به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و بروز شروع می‌کنیم. زندگی نامه ایلان ماسک، دنیای ایلان، نویسنده اشلی ونز و مترجم مریم قمری هستش. این کتاب بسیار زیباست. لطفاً با من همراه باشید که این کتاب رو بدون هیچ پیشگفتار و مقدمه‌ای شروع کنیم. فصل اول، بخش اول، دنیای ایلان. فکر می‌کنی زده به سرم؟ این سوالی بود که ایلان ماسک اواخر یک جلسه طولانی شام در رستوران غذای دریایی فوق‌العاده‌ای واقع در دره سیلیکون پرسید. من زودتر به رستوران رسیدم و برای خودم نوشیدنی سفارش دادم و می‌دانستم ایلان مثل همیشه دیر می‌رسد. یک رو بعد سر و کله ماسک پیدا شد. کفش‌های چرم طبیعی، شلوار جین خوش‌فرم از یک طراح معروف و پیراهن چارخانه پوشیده بود. قد ماسک حدود 1.80 متر بود، اما کسانی که او را می‌شناسند معتقدند که بلندتر از این به نظر می‌آید. او 4 شانه، قوی و لاغراندام است. ممکن است تصور کنید که ایلان از ظاهرش به عنوان نقطه قوت استفاده می‌کند و وقتی وارد هر اتاقی می‌شود مثل یک مرد آلفا با جذبه و خرامان راه می‌رود. اما برعکس، او کاملا کمروست. موقع راه رفتن سرش را کمی پایین انداخته بود و وقتی به میز رسید خیلی سریع دست داد، سلام کرد و نشست. تازه از آنجا چند دقیقه وقت برد تا یخ ماسک آب بشود و راحت به نظر برسد. جلسه شام خواست ایلان بود تا در مورد بعضی مسائل با هم صحبت کنیم. 18 ماه قبل به او گفته بودم که قصد دارم درباره‌اش کتاب بنویسم و او هم گفته بود که همکاری نخواهد کرد. این جواب منفی حالم را گرفت، اما آن روی خبرنگار یک دنده‌ام را بالا آورد. حالا که مجبور بودم این کار را بدون او انجام بدهم، خب مسئله‌ای نیست. چندین نفر که از شرکت‌های ماسک یعنی تسلا موتورز و اسپیس ایکس استعفا داده بودند مایل به صحبت و همکاری بودند و علاوه بر این عده‌ای از دوستان ماسک را هم می‌شناختم. مصاحبه‌ها یکی بعد از دیگری و ماه به ماه انجام می‌شدند و هنوز حدود 200 نفر دیگر پیش رو داشتم که یک بار دیگر سر و کله ماسک پیدا شد. او وقتی که من در خانه بودم به من زنگ زد و گفت اوضاع به 2 حالت میتواند پیش برود. یا میتواند بگذارد کارم به همین سختی پیش برود یا بالاخره در روند پروژه کمکم کند. او مایل بود کتاب را قبل از انتشار بخواند و در صورت لزوم به متن پاورقی‌هایی اضافه کند. او قصد دخالت در نوشته‌های من را نداشت، اما مایل بود که اگر گفته‌ای حقیقت نداشت آن را تصحیح کند. من کاملا درک می‌کردم که این درخواست‌ها ناشی از چیست. ماسک دوست داشت تا حدی در نوشتن داستان زندگیش کنترل داشته باشد. علاوه بر این او مثل دانشمندها عجیب و غریب است و از اضطراب درست نبودن واقعیات رنج می‌برد. فقط یک اشتباه در یک صفحه پرینت شده مثل خوره تا ابد روحش را می‌خورد. با اینکه کاملا شرایط او را می‌فهمیدم، اما به دلایل حرفه‌ای، شخصی و تجربی نمی‌توانستم اجازه بدهم که او کتاب را بخواند. ماسک نسخه خودش از واقعیت را داشت که همیشه مطابق با آنچه بقیه دنیا از واقعیات می‌دانند نیست. او می‌خواست درباره تمام جواب‌ها، حتی به ساده‌ترین سوال‌های پرسیده شده در مصاحبه من با دیگران توضیح و یادداشت بنویسد و درباره نوشتن تمام آن 30 صفحه پاورقی کاملا جدی به نظر می‌رسید. با این حال تصمیم گرفتیم با هم شام بخوریم و درباره همه چیز گپ بزنیم و ببینیم که در نهایت به چه نتیجه‌ای می‌رسیم. صحبت ما با بحثی درباره کارمندهای روابط عمومی شروع شد.
ماسک به شدت در حال بررسی متخصصین این حوزه بود و برای تسلا دنبال یک مدیر روابط عمومی عالی می‌گشت. بهترین فرد در زمینه روابط عمومی در دنیا کیست؟ او با سبک و سیاق مختص خودش این را پرسید. بعد درباره دوستان و آشنایان مشترک، هاوارد هیوز و کارخانه تسلا حرف زدیم. وقتی گارسون برای گرفتن سفارش آمد، ماسک از او خواست تا غذایی پیشنهاد کند که با رژیم کم کالری‌اش منافات نداشته باشد. در نهایت به تکه‌های سرخ شده خرچنگ با سس جوهر ماهی مرکب سیاه و سفید رضایت داد. صحبت اصلی ما هنوز شروع نشده بود و ماسک شامش را هم سفارش داد. او درباره بزرگترین ترسش که باعث بیخوابی‌های شبانه می‌شود با من حرف زد. اینکه شریک مؤسس و مدیرعامل گوگل، لوری پیچ، ممکن است بخواهد ناوگانی از ربات‌های پیشرفته بسازد که قادر خواهند بود نسل بشر را نابود کنند. ماسک گفت خیلی در این باره نگرانم. حتی این موضوع که او و پیچ دوستان نزدیک هم هستند و اینکه پیچ ذاتاً آدم خوب و خیرخواهی است و نه دکتر شیطانی، حال او را بهتر نکرد. در واقع مشکل از جای دیگر بود. خوش‌ذات بودن پیچ باعث شده بود او تصور کند که ربات‌ها و ماشین‌ها همیشه در خدمت ما خواهند بود. ماسک گفت من آنقدر خوشبین نیستم. امکان دارد او به طور کاملا تصادفی موجودی شیطانی بسازد. وقتی شام را آوردند، ماسک شروع به خوردن کرد. در واقع او به جای خوردن غذا با چند لقمه بزرگ آن را بلعید و از بشقابش محو کرد. من ناامید از این که بتوانم ماسک را سرحال کنم تا بتوانیم به حرف زدن ادامه بدهیم، یک تکه بزرگ از استیکم را در بشقابش گذاشتم. همین برای 1 دقیقه کارساز شد. تکه بزرگ گوش محو شد. کمی طول کشید تا بتوانم ماسک را از بحث تلخ و ترسناک هوش مصنوعی به سمت موضوع اصلی بکشانم. وقتی شروع به صحبت درباره کتاب کردیم، ماسک با سوالهای ریزبینانه‌اش درباره دلیل و انگیزه‌ام برای نوشتن کتاب داستان زندگیش شروع کرد به سوال پیش کردنم. در فرصت مناسب نبض مکالمه را به دست گرفتم. حال و هوای خوب آن شب با آدرنالینی که در خونم جریان پیدا کرده بود دست به دست هم دادن و نتیجه‌اش شد یک سخنرانی 45 دقیقه‌ای درباره عللی که ماسک باید به خاطرشان به من اجازه میداد تا بدون هیچ کنترلی از جانب او همه چیز را از زندگیش بدانم. وقتی راجع به محدودیت‌هایی که ماهیت پاورقی‌ها ایجاد می‌کنند صحبت می‌کردم، عکس‌العمل ماسک مثل یک کنترل فربک شد و آن را روی خبرنگارم فوراً شروع به چانه‌زنی کرد. اما در کمال تعجب ماسک بعد از چند دقیقه حرفم را قطع کرد و فقط گفت باشه. چیزی که ماسک خیلی مد نظر می‌گیرد قصد و نیت دیگران است و به شدت به کسانی که بعد از شنیدن نه دست از تلاش بر نمی‌دارند احترام می‌گذارد. 10 ژورنالیست دیگر قبلا از او خواسته بودند که در نوشتن کتاب زندگیش به او کمک کنند. اما تنها کسی که بعد از جواب منفی ماسک سمج و سرسخت به کارش ادامه داده بود من بودم و ظاهراً او از همین خوشش آمده بود. جلسه شام خیلی خوشایند پیش می‌رفت و ماسک هم حسابی به رژیم کم کالری‌اش چسبیده بود. گارسون یک مجسمه بزرگ از پشمک زرد سر میز آورد و ماسک با اشتها شروع به خوردن تکه‌های شکری و پفی مجسمه کرد. همه چیز حل و فصل شده بود. ماسک به من اجازه تماس و دسترسی به تمام بخش‌های اجرایی در شرکتش و تماس با همه دوستان و اعضای خانواده‌اش را داده بود. قرار شد تا هر وقت که لازم است ماهی 1 بار با هم جلسه شام داشته باشیم. برای اولین بار بود که ماسک اجازه میداد یک گزارشگر لایه‌های درونی زندگیش را ببیند. 2 ساعت و نیم بعد از شروع شام، ماسک دستهایش را
روی میز گذاشت و خواست از جایش بلند شود، اما مکث کرد. به من چشم دوخت و آن سؤال فوق‌العاده را از من پرسید: فکر می‌کنی زده به سرم؟ این لحظه آنقدر عجیب بود که من برای چند ثانیه ساکت و صامت ماندم، در حالی که تمام رشته‌های عصبیم در تلاش بودند بفهمند که آیا این یک شوخی است؟ اگر هست چه جواب خوبی باید به آن داد. در مدت کوتاهی که با ماسک گذراندم فهمیدم که مخاطب این سوال بیشتر خودش بوده تا من. جواب من هیچ اهمیتی نداشت. ماسک یک بار دیگر مکث کرد و خواست بداند که آیا من قابل اعتماد هستم یا نه، و بعد به چشمهایم نگاه کرد تا خیالش راحت بشود. چند لحظه بعد با هم خداحافظی کردیم و ماسک سوار تسلای قرمز مدل اس سدان خودش شد و رفت. هر تحقیقی درباره ماسک را باید از مراکز مدیریتی اسپیس ایکس در هاواترن کالیفرنیا، منطقه‌ای واقع در چند کیلومتری فرودگاه بین‌المللی در حومه لس آنجلس شروع کرد. آنجاست که بازدید کننده ها دو پوستر بزرگ از مریخ می‌بینند که کنار هم به دیواری که به اتاق ماسک منتهی می‌شود نصب شدند. پوستر سمت چپ مریخ را همانطور که امروز هست نشان می‌دهد، یک کره سرد و خالی. پوستر سمت راست مریخ را با زمین‌های وسیع و سرسبز در کنار دریا نشان می‌دهد. سیاره را گرم و تبدیل به محلی قابل سکونت برای نسل بشر کردند. ماسک تمام تلاشش همین است و در نهایت عملیش می‌کند. یکی از اهداف او در زندگی سکونت انسان‌ها در فضاست. او می‌گوید حاضرم از فکر آینده روشن بشر بمیرم اگر بتوانیم مسئله انرژی پایدار را حل کنیم و در راه تبدیل شدن به موجودات چند سیاره‌ای و خودکفا در زمینه حفظ تمدن در سیاره دیگر خوب عمل کنیم تا بتوانیم با بدترین اتفاقاتی که احتمال دارد پیش بیاید و فهم و آگاهی انسان را از بین ببرد مقابله کنیم. مکث کوتاهی می‌کند و ادامه می‌دهد: در این صورت به نظرم خیلی خیلی خوب می‌شود. اگر بعضی حرف‌ها و کارهایی که ماسک گفته انجام داده عجیب به نظر می‌رسد، به این خاطر است که آنها یک جوری‌هایی خیلی عجیبند. برای مثال در حین همین صحبت‌ها ماشین ماسک به او یک بستنی خامه و کوکی تزیین شده با تکه‌های شکلات داد و ماسک در حالی درباره نجات زندگی انسان صحبت می‌کرد که از لب پایینی‌اش بستنی شوربه کرده بود. اشتیاق و آمادگی ماسک برای مواجهه با غیر ممکن‌ها او را تبدیل به ربان‌نوع دره سیلیکون کرده بود، جایی که مدیرعامل‌هایی مثل پیچ سالها تلاش کرده بودند تا پیرو استیو جابز باشند. از ایلان با احترام زیادی صحبت می‌کردند و کارآفرین‌ها را تشویق می‌کردند که مثل ماسک باش. شرایط دره سیلیکون اما هر روز پیچیده‌تر می‌شد و تصور مردم از آن رویایی و غیر واقعی بود. در این بین ماسک شخصیتی دوچهره بود. او کسی است که ماشین‌های برقی و باتری‌های خورشیدی دارد و یکی از آرزوهایش فرستادن موشک به فضاست. استیو جابز را بیخیال شوید. ماسک نسخه علمی تخیلی پیتی باروم از کسی که با استفاده از ترس و آرزوهای مردم حسابی پولدار شد. خب شما می توانید یک تسلا بخرید و برای مدتی هر چند کوتاه فراموش کنید که انسان چه بلایی سر این کره خاکی آورده. من مدت هاست که عضو این کمپین آینده‌گرا هستم. ماسک مرا به عنوان یک خوشفکر خوشنیت که کارت عضویت در کلوپ تکنو اوتوپیای دره سیلیکون دارد پذیرفت. اعضای این گروه ترکیبی از هواداران این رند و مهندسان از خودگذشته هستند که جهانبینی فراعقلانیشان را راه حلی جهان شمول می‌دانند. فقط کافی است که از سر راهشان کنار برویم
تا تمام مشکلاتمان را حل کنند. یک روز به همین زودی‌ها قادر خواهیم بود تمام اطلاعات مغزمان را روی یک کامپیوتر آپلود کنیم و بعد اجازه بدهیم الگوریتم‌ها کار خودشان را بکنند و ما هم استراحت کنیم. جاه طلبی آنها اغلب الهام بخششان است و در روند کار به کمکشان می آید، اما صحبت با تکنو اوتوپین ها به خاطر پرچانگی هاشان و توانایی صحبت از هر دری به جز اصل موضوع خیلی خسته کننده می شود. از همه نگران کننده تر این است که پشت تمام حرف های آنها پیغام زوال انسان نهفته است و اینکه انسانیت ما باری دست و پاگیر است که باید کم کم بیخیالش بشویم. وقتی که ماسک را در همایش‌های دره سیلیکون غافلگیر کردم، سخنرانی پرطمطراقش کاملا شبیه به چیزی خارج از دستورالعمل‌ها و قوانین اوتوپین‌ها به نظر می‌رسید. از آن بدتر شرکت‌هایش که قرار بود دنیا را نجات بدهند به نظر می‌آمد که اصلاً در این کار موفق نیستند. حالا در نیمه اول سال 2012 آدم عیبجو و نکته‌سنجی مثل من باید روی موفقیت‌ها و دستاوردهای ماسک تمرکز کند. شرکت‌هایی که زمانی تحت نظارت او بودند در زمینه مسائل جدید و بی‌سابقه موفق بودند. اسپیس ایکس یک کپسول حاوی تجهیزات به ایستگاه فضایی بین‌المللی فرستاد و با موفقیت آن را به زمین برگرداند. شرکت تسلا موتورز اتومبیل مدل اس را به بازار عرضه کرد. خودروی شکیل تماما الکترونیک که صنعت اتومبیل سازی را کاملا شوکه کرد و به شهر دیترویت مرکز صنعت اتومبیل در امریکا تلنگر بیدارباش زد. همین دو کار بزرگ ماس را بین غول‌های کسب و کار تبدیل به استثنایی ترین و بهترین کرد. فقط استیو جابز که هر از چندگاهی در یک سال هم یک محصول جدید از اپل و هم شاهکاری از پیکسار به بازار ارائه می‌کرد می‌توانست ادعا کند که در دو زمینه مختلف دستاوردهای بزرگی داشته. اما هنوز کارهای ماست تمام نشدند. او همچنین بزرگترین سهامدار و رئیس شرکت سولار سیتی هم بود، یک شرکت در حال رشد و ترقی انرژی که آماده ارائه اولیه عمومی سهام می شود. ماسک باعث ایجاد بزرگترین پیشرفت‌ها و دستاوردهایی شد که صنعت هوافضا، اتومبیل سازی و انرژی در دهه‌های اخیر با آن مواجه شده بودند. و این درست مثل این بود که ناگهان بازی عوض شده باشد. سال 2012 بود که من تصمیم گرفتم برای نشریه بلومبرگ بیزینس ویک مقاله‌ای درباره زندگی ماسک بنویسم تا ببینم نتیجه چه خواهد شد. در آن دوران از زندگی ماسک همه کارها را دستیار و همراه وفادارش مری بس براون سر و سامان می‌داد. او مرا به دیدن جایی که من اسمش را ماسکلند گذاشتم دعوت کرد. هر کس که برای اولین بار به ماسکلند می رود هم مثل من کمی گیج می شود. به شما گفته می شود که ماشینتان را در وان راک رود واقع در هاوتساون جایی که ساختمان اصلی اسپیس ایکس واقع شده پاک کنید. هیچ آدم نرمالی نمی تواند هاوس را خانه تلقی کند. جایی در غمگین ترین و بی‌قواره ترین نقطه لس آنجلس که پر از آپارتمان ها و فروشگاه ها و رستوران های زشت و قدیمی است که اطرافش را برج های سر به فلک کشیده تجاری فرا گرفتند. برج هایی که به نظر می آید در دورانی شبیه به جنبش معماری بی‌قواره ساخته شدند. واقعا ماسک این شرکت را در چنین محله مزخرفی تأسیس کرده؟ بعد با دیدن یک مستطیل به مساحت تقریبی 500 متر که در آن نمادی از یگانگی ذهن، روح و بدن با رنگ سفید و کاملا چشمگیر خودنمایی می کند، متوجه می شوید همه چیز دارد برایتان روشن می شود. آنجا ساختمان اصلی اسپیس ایکس است. فقط وقتی از در ورودی اسپیس ایکس وارد می شوید، ابهت و شکوه آنچه ماسک انجام داده نمایان می شود. ماسک یک کارخانه به معنای واقعی کلمه بزرگ و بی‌نظیر ساخت. موشک
وسط لس آنجلس ساخته بود و این کارخانه هر بار یک موشک نمی ساخت، نه، بلکه چندین موشک را طراحی و تولید می کرد. این کارخانه از بخش‌های بزرگ مختلفی تشکیل شده بود. قسمت پشتی ورودی‌های بزرگی برای تحویل بارهای سنگین و حجیم آهن بود که به دستگاه جوش‌هایی به بلندای یک ساختمان 2 طبقه منتقل می‌شدند. یک سمت تکنسین‌ها با روپوش سفید مادربرد، تجهیزات رادیویی و دیگر دستگاه‌های الکترونیکی را می‌ساختند. بعضی‌ها عینک‌های محافظ مخصوصی به چشم زده بودند و کپسول‌هایی که این موشک‌ها باید به ایستگاه فضایی ببرند را می‌ساختند. عده‌ای که خالکوبی و دستمال سر داشتند، ترانه‌های ون هیلن گوش می‌کردند و موتور موشک‌ها را سینپیچی می‌کردند. جای دیگر بدنه‌های تکمیل شده موشک‌ها را کنار هم چیده بودند تا سوار کامیون‌ها بشوند. و کماکان در قسمت دیگر این ساختمان راکت‌هایی منتظر پوششی از رنگ سفید بودند. آنجا صدها نفر مدام در حال حرکت بودند و اطراف دستگاه‌ها و ماشین‌های عجیب کار می‌کردند. فصل اول بخش دوم، دنیای ایلان. این فقط ساختمان شماره 1 در ماسلند بود. اسپیس ایکس چندین ساختمان داشت که قبلا بخشی از یک کارخانه بوئینگ بودند که برای 747 ها فیوز می ساختند. یکی از این ساختمان ها سقفی منحنی داشت و شبیه آشیانه هواپیما بود. آنجا محل تحقیق، توسعه و طراحی تسلا بود. همانجا بود که این شرکت طرح نهایی تسلا مدل S و بعد از آن مدل X را طراحی کرد. در پارکینگ بیرون از این استودیو تسلا یک ایستگاه شارژ رایگان برای رانندگان لس آنجلسی ساخته بود. این مرکز شارژ را میشد به راحتی پیدا کرد، به این خاطر که ماسک یک ستون قرمز و سفید که لوگوی تسلا روی آن بود در آن ناحیه نصب کرده بود. اولین مصاحبه با ماسک را در استودیو انجام دادم و کم کم در همان مصاحبه نحوه صحبت و عملکرد ماسک دستم آمد. او یک مرد با اعتماد به نفس است که البته همیشه نمیتواند این را به خوبی به دیگران نشان بدهد. در اولین برخورد ماسک کمی خجالتی و حتی دستپاچه به نظر میرسد. ته لهجه افریقایی جنوبیش را هنوز دارد، اما جذابیت آن باعث نمی شود که متوجه مدل حرف زدن با مکث و آرام او نشوید. مثل دیگر مهندس‌ها یا فیزیکدان‌ها، ماسک وقتی که در ذهنش دنبال عبارت درست می‌گردد مکث می‌کند و معمولاً بهترین و علمی‌ترین و سرراست‌ترین جواب را بدون اینکه کمی ساده‌تر و قابل فهم‌ترش کند به شما تحویل می‌دهد. او توقع دارد شما در طول صحبت‌هایش کاملاً حواس جمع و متمرکز باشید. اما هیچ کدام از اینها اذیت کننده نیستند. ماسک در حین صحبت بزرگویی هم می‌کند. فقط موضوع اینجاست که همیشه در مکالمه‌هایتان با او کمی فشار و استرس حس می‌کنید. او اصلاً اهل صحبت‌های خارج از بحث و بی هدف نیست و در نهایت بعد از 30 ساعت مصاحبه ماسک اجازه داد کمی به بخش‌های دیگری از زندگی، شخصیت و روحیاتش برسند. اغلب مدیرعامل‌های سرشناس دستیاری دارند که همیشه دور و برشان می‌پلکد. ماسک اکثراً کارهای مربوط به ماسلند را خودش ردیف می‌کند. در واقع این ماسک همانی نیست که با خجالت وارد رستوران شد، بلکه کسی است که صاحب و مدیر این شرکت هاست. من و ماسک در طبقه اصلی استودیو در حالی که او در حال راه رفتن و بررسی تکه‌های مختلف ماکت‌ها و ماشین‌ها بود حرف می‌زدیم. در هر قسمت کارمندها به سمت ماسک می آمدند و اطلاعاتی به او می دادند. او به دقت به آنها گوش می داد و در ذهنش بررسی می کرد و از هر قسمت که راضی بود سر تکان می داد. آنها برمیگشتند سر کارشان و ماسک به سراغ بخش بعدی می رفت. یک بار هم مدیر طراحی تسلا از او خواست رینگ و لاستیک هایی که برای مدل اس رسیده را چک کند و بعد در جلسه برنامه‌ریزی برای مدل X شرکت کند. آنها با هم صحبت کردند
و بعد به اتاقی رفتند که مدیران اجرایی فروش با یک نرم افزار گرافیکی خیلی عالی آماده بودند تا با ماسک جلسه داشته باشند. آنها می‌خواستند جدیدترین تکنولوژی رندر سه‌بعدی را به ماسک معرفی کنند که تسلا را قادر می‌سازد نسخه مجازی مدل اس را با کیفیت بیشتری طراحی کند و در نتیجه تأثیر جزئیاتی مثل سایه‌ها و نور خیابان را روی بدنه ماشین ببینند. مهندسان تسلا نیاز به تجهیزات محاسباتی داشتند و منتظر تاییدیه ماسک بودند. در حالی که صدای دریل و هواکش‌های غول‌پیکر صنعتی روی نحوه صحبت کردن مدیران فروش برای قانع کردن ماسک تأثیر می‌گذاشت، اما آنها تمام تلاششان را کردند تا ماسک راضی به خرید شود. ماسک کفش چرمی می‌پوشید و شلوار جینش از برندهای معروف بود و البته تیشرت مشکی که حکم لباس کارش را داشت. او که تحت تأثیر فروشنده‌های سه‌بعدی قرار نگرفته بود، به آنها گفت راجع به پیشنهادشان فکر می‌کند و سپس به سمت منبع بلندترین صدا رفت. یک کارآگاه در استودیوی طراحی، جایی که مهندسان تسلا برای ساختن یک سازه 9 متری دکوری برای ایستگاه شارژ در حال ساخت داربست بودند. ماسک گفت این سازه میتواند از یک طوفان درجه 5 جون سالم به در ببره. فقط یکم نازکترش کنید. بالاخره من و ماسک سوار ماشین تسلا مدل اس مشکی او شدیم و به ساختمان اصلی اسپیس ایکس رفتیم. در راه ماسک گفت فکر کنم در آنجا کلی آدم باهوش ببینیم که مشغول کار با اینترنت و انجام کارهای مالی و قانونی هستند. همین یکی از دلایلی است که آنقدر که باید نوآوری نمی‌دونیم. ماسکلند غافلگیر کننده است. من در سال 2000 به سیلیکون ولی آمدم و در نهایت از تندرلاین، یکی از محله‌های سان فرانسیسکو، سر درآوردم. این بخش از شهر جایی است که محلی‌ها توصیه می‌کنند از آن دوری کنید. آنجا شما مدام با صحنه‌های عجیب مواجه می‌شوید. مثلا آشفته حالی را می‌بینید که سرش را به ایستگاه اتوبوس می‌کوبد. این بخش تاریک و خشن سان فرانسیسکو است و جایی است که می‌توانی ببینی رویای دنیای اینترنت و ارتباطات از بین می‌رود. سان فرانسیسکو سابقه تاریخی در طمع و پولدوستی دارد. این شهر پشت ماجراهای جستجو برای طلا بود و حتی یک زلزله ویران کننده هم نمیتواند جلوی حرص و آز اقتصادی شهر را برای طولانی مدت بگیرد. گول ظاهر آرام این شهر را نخورید. ریتم واقعی این شهر پر سر و صدا و مهیب است و در سال 2000 سان فرانسیسکو تحت تاثیر رونق کسب و کارها و همان طمع همیشگی بود. آن دوران دیدن جمعیت زیادی که دچار تب با اینترنت خیلی زود پولدار شده بودند بی‌نظیر بود. سازهای انرژی این جریان فراگیر سراسر شهر را ملتهب کرده بود و من هم آنجا بودم، وسط محرومترین بخش سان فرانسیسکو، و شاهد بودم که مردم چطور با این جریان بالا و پایین می‌روند. همه تقریباً داستان‌های معروف جنون کسب و کار در این دوره را شنیدند. شما دیگر مجبور نبودید برای راه انداختن یک شرکت موفق چیزی بسازید که دیگران از شما بخرند. فقط کافی بود ایده‌ای درباره کسب و کار اینترنتی داشته باشید و همه جا اعلامش کنید تا یک سرمایه‌گذار مشتاق شود هزینه‌های عملی شدن ایده شما را تأمین کند. هدف اصلی این بود که در کوتاه‌ترین زمان بیشترین درآمد را داشته باشید، چرا که همه حداقل در ناخودآگاهشان فکر می‌کردند در نهایت این رویا تمام و واقعیت از جایی شروع می‌شود. اهالی دره سیلیکون مصداق بارز کلیشه سخت‌کوشی شدند. مردم در سنین 20، 30، 40 و 50 سالگی شب و روز کار می‌کردند. اتاقک‌ها و خوابگاه‌ها تبدیل به اقامتگاه‌های موقت شدند و سطح بهداشت شخصی به حداقل رسید. عجیب این که مشخص شد ساختن هیچی کار بسیار پرزحمتی است. اما وقتی فشار کار کمتر شد، گزینه‌های تفریحی زیادی در دسترس بود. شرکت‌های معروف و رسانه‌های قوی آن دوران در جدالی سخت برای از دور خارج کردن همدیگر گرفتار شدند
و مهمانی‌ها و مراسم هرچه بزرگتر و رویایی‌تر برگزار می‌کردند. شرکت‌های قدیمی‌تر با خرید جایی در محل برگزاری کنسرت‌ها و استفاده از رقصنده‌ها، آکروبات بازها، نوشیدنی‌های مجانی و دخترهای جذاب سعی داشتند از دور عقب نمانند. شرکت‌های جدید هم با انواع دیگر تفریحات رایگان وارد گود می‌شدند. تفریح و خوشگذرانی در آن دوران تنها چیزهایی بودند که معنی داشتند. همین که دوران خوشگذرانی به خوبی ادامه پیدا کرد، جای تعجب نیست که روزهای سخت آتی را نادیده گرفتند. اینکه روزهای سرخوشی را به ذهن بسپاری خیلی خوشایندتر است تا حواست به سختی‌ها باشد. بگذارید فقط برای ثبت دوباره در تاریخ بگویم که فانتزی با اینترنت خیلی زود پولدار شد. سان فرانسیسکو و سیلیکون ولی را دچار افسردگی شدیدی کرد. دوران مهمانی‌های بزرگ و تفریح‌های خوشایند به سر آمد و فقط اجرای گاه و بیگاه گروه نیل دیاموند در نمایشگاه‌های کسب و کار و تیشرت‌های رایگان و کمی خجالت باقی ماند. صنعت تکنولوژی مسیر خودش را پیدا نکرده بود. آن سرمایه‌گذاران سرمایه‌دار که در دوران حباب با موج همسو شده بودند نمی‌خواستند بیشتر از این حماقت کنند و همگی از سرمایه‌گذاری برای کسب و کارهای جدید دست کشیدند. ایده‌های کارآفرینی بزرگ جانشین خردریزها شدند. مثل این بود که تمامی دره سیلیکون وارد دوره نقاهت و توانبخشی بشود. این داستان ممکن است ملودرام به نظر بیاید، اما واقعی است. میلیون‌ها آدم باهوش فکر کردند که می‌توانند آینده را بسازند، اما پف، این بازی را با احتیاط بازی کردن ناگهان تبدیل به مسئله معمول و متداول شد. آثار پیدایش این جریان را می‌توان در شرکت‌ها و ایده‌هایی که در این دوره شکل گرفتند دید. گوگل در همین دوره یعنی 2002 شکل گرفت و واقعا پیشرفت کرد. اما این یک استثنا بود. در فاصله بین گوگل و ابداع آیفون اپل در سال 2007 سر و کله شرکت‌های بیرونق پیدا شد و ابداعات جذابی که تازه شروع به کار کردند، فیسبوک و توییتر، اصلاً شبیه همرده‌های قبلی خودشان که محصولات فیزیکی داشتند و ده‌ها هزار نفر را استخدام کردند نبودند. در سالهای بعد هدف از ریسک‌های سنگین برای ساختن صنایع جدید و ایده‌های بک برای راحت‌تر پول درآوردن به سرگرم کردن مشتری‌ها و توسعه اپ‌های ساده و تبلیغات تغییر کرد. از اولین سازندگان فیسبوک به من گفت خوشفکرترین افراد نسل من در این فکر بودند که چگونه مردم را ترغیب کنند تا روی تبلیغات کلیک کنند و این واقعا مسخره بود. دره سیلیکون داشت تبدیل به منطقه ناخوشایند مثل هالیوود میشد. در همین حین مشتریانش تحت تأثیر زندگی مجازیشان آرامتر و منزوی‌تر شده بودند. از اولین کسانی که هشدار داد این ابداع خرسه‌آفر میتواند منجر به مشکلات بزرگی بشود، فیزیکدانی به نام هامبنر بود که در مرکز سلاح‌های جنگ‌های هوایی نیروی دریایی پنتاگون در چاینا لیک واقع در کالیفرنیا کار می‌کرد. او روحیه آرام داشت، میان سال، لاغر و کمی کم‌مو بود. دوست داشت شلوار خاکی چرکتاب و تیشرت راه قهوه‌ای و یک ژاکت برزنتی خاکی بپوشد. و از سال 1985 سیستم‌های دفاعی را طراحی می‌کرد و کاملاً به آخرین دستاوردهای تکنولوژی مواد، انرژی و نرم افزار اشراف داشت. در پی داغ شدن بازار دات‌کام او به شدت از ماهیت به درد نخور طرح‌هایی که مثلا نوآورانه بودند به او پیشنهاد می‌شد به سطوح آمد. هامبنر در 2005 مقاله‌ای با عنوان کاهش احتمالی تمایل به نوآوری در دنیا منتشر کرد که اگر انگشت اتهام رو به دره سیلیکون نداشت، لااقل هشداری ترسناک بود. هامبنر برای شرح آنچه به عنوان نوآوری با آن مواجه شده بود، از 3 مثال و استعاره استفاده کرده بود. بشر امروزی دیگر از تنه درخت بالا رفته و
و با اختراعات بسیار منحصر به فرد و تاثیرگذار در زندگیش مثل اختراع چرخ، الکتریسیته، هواپیما، تلفن و ترانزیستور بزرگترین شاخه آن درخت را پشت سر گذاشته. حالا ما به نوک درخت رسیدیم و در انتهای شاخه ها آویزان مانده ایم و مدام در حال اصلاح اختراعات قبلی هستیم. برای دفاع از نظریه‌اش در این مقاله به کند شدن تناوب اختراعات تاثیرگذار بر زندگی بشر اشاره می‌کند. همچنین او با استفاده از داده‌ها و سوابق ثابت کرد که تعداد ثبت اختراعات در طول زمان کمتر شده. او در مصاحبه‌اش با من گفت به نظر من احتمال اینکه بتوانیم باز هم 100 اختراع شگفت‌آور داشته باشیم برای ما کمتر و کمتر می‌شود. هامنر پیش بینی کرده بود که 5 سال طول می‌کشد تا مردم به آنچه در مقاله‌ام گفته‌ام برسند و این پیش بینی درست از آب درآمد. حوالی سال 2010 پیتر تایل، یکی از بنیانگذاران سرویس پیبال و از سرمایه‌گذاران اولیه فیسبوک، شروع به ترویج این ایده کرد که صنعت تکنولوژی باعث افسردگی مردم شده است. ما ماشین‌های پرنده می‌خواهیم، اما در عوض فقط محدودیت نوشتن 140 کاراکتری نصیبمان می‌شود. تبدیل به شعار آنها در شرکت سرمایه‌گذاریش به نام فاندر فاوند شد. در مقاله‌ای به نام چه بلایی سر آینده آمد، تایل و همکارانش شرح می‌دهند که چگونه توییتر و محدودیت پیام 140 کاراکتریش و دیگر نوآوری‌هایی مثل آن مردم را افسرده می‌کند. او دلیل می‌آورد داستان‌های علمی تخیلی که آینده را جشن می‌گرفتند تبدیل به کابوس شدند، چرا که مردم دیگر مثل گذشته نسبت به اینکه تکنولوژی زندگیشان را عوض می‌کند خوشبین نیستند. من تا قبل از بازدید از ماسلند چون این طرز فکری داشتم، در حالی که ماسک درباره اهدافش و کارهایی که تصمیم داشت انجام بدهد اصلا محتاط و خجالتی نبود. اما فقط چند نفر از بیرون شرکتش از کارخانه‌ها، مراکز تحقیق و توسعه و گالری‌های فروش ماشین بازدید کرده بودند و از نزدیک شاهد کارهایی بودند که او انجام داده. او کسی است که بیشترین تأثیر را از اصول اخلاقی دره سیلیکون گرفته و به سرعت دست به کار شده و سازمان‌هایی بدون سلسله مراتب اداری و کاغذبازی تأسیس کرد و آنها را برای ساخت و اصلاح ماشین‌های بزرگ و بی‌نظیر به کار گرفت. به دنبال مسائلی بود که پتانسیل آن را داشته باشند که تبدیل به دستاوردها و موفقیت‌هایی شوند که ما به دنبالشان هستیم. قاعدتاً ماسک هم باید دچار این افسردگی و بدبینی میشد. او در سال 1995 و وقتی تازه از کالج فارغ التحصیل شد خیلی زود دچار شیفتگی .com شد و یک شرکت به نام زیپ2 تأسیس کرد. چیزی شبیه نسخه اولیه گوگل مپ و یلپ. این سرمایه‌گذاری ریسکی خیلی زود به موفقیتی بزرگ تبدیل شد. در سال 1999 شرکت کامپکت را به قیمت 307 میلیون دلار خرید. از این معامله 22 میلیون دلار نصیب ماسک شد که تقریبا تمام آن را در کار بعدیش، یک استارتاپ به نام پیبال، سرمایه گذاری کرد. به عنوان بزرگترین سهامدار پیبال، وقتی که در سال 2002 شرکت ایبی این مجموعه را به قیمت 1.5 میلیارد دلار خرید، ماسک به طرز باور نکردنی پولدار شد. او به جای اینکه در دره سیلیکون بماند و مثل دیگران دچار کشخلقی شود، به لس آنجلس نقل مکان کرد. عقل سلیم در آن دوران حکم می‌کرد که صبر کند تا در زمان مناسب دوباره دست به کار بشود. اما او این منطق را با سرمایه‌گذاری 100 میلیون دلاری در اسپیس، 70 میلیون دلاری در تسلا و 10 میلیون دلاری در سولاریسی عملاً رد کرد. با این کار او تبدیل شد به مردی که چندین سرمایه‌گذاری ریسکی انجام داده و با ساختن محصولات بسیار پیچیده در دو منطقه بسیار گران در لس آنجلس و سیلیکون ولی این ریسک را 2 برابر کرده است. هر زمان که امکان داشت شرکت‌های ماسک چیزهایی که طراحی کرده بودند را می‌ساختند و به این فکر می‌کردند که آیا صنایع هوافضا، اتومبیل و انرژی خورشیدی آن را به عنوان یک طرح پیمانکاری می‌پذیرند.
خب دوستان عزیزم، دیگه فرصت به من اجازه نمیده که بیشتر از این کتاب زیبا رو برای شما بخونم. این کتاب در حول هوش 300 صفحه است. امیدوارم اگر خوشتون اومده برای خودتون تهیه کنید و تا انتها بخونید. کتاب جذابی از زندگی نامه ایلان ماسک هستش. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.